کارمندان برجخانه و گمرک فرودگاه دیلی نو پایتخت هندوستان از دو مسافر پرواز دوشنبه دیلی 5.5 کیلو طلا دریافت و مصادره کردند. در این باره روز 2 سپتامبر سال 2023 در صحیفه‌اش در شبکه ایکس سابق توییتر با نشر عکس چندین خشت طلا برجخانه فرودگاه و دیگر نقطه‌های گمرک دیلی خبر داد. برجخانه دیلی در اطلاعش گفت در نتیجه تفتیش موشکافانه و تشخیص مسافران، کارمندان برجخانه از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که به دیلی نو از دوشنبه آمده بودند 5 کیلو و 488 گرم طلا دریافت و مصادره کردند. ارزش این بار یافت شده 273 لک روپیه هندی را تشکیل می‌دهد. هر دو مسافر به حبس گرفته شدند و تفتیش این قضیه ادامه دارد. 273 لک روپیه هندی برابر تقریباً 330,000 دلار امریکایی است. تفصیلات دیگر این قضیه و کی دستگیر شدن آن دو مسافر از دوشنبه به هندوستان سفر کرده گفته نشده است، اما شرکت هواپیمایی سامون ایر هر روز دوشنبه و پنجشنبه از دوشنبه به دیلی نو پرواز میکند و آخرین پروازش روز 31 آگوست سال 2023 صورت گرفته بود. معلوم نیست که این دو قاچاقبر چنین مقدار بزرگ طلا را از فرودگاه دوشنبه چگونه گذرانیدند، ولی یقینا چنین کار به همدستی کارمندان فسادزده برجخانه و دیگر ساختارهای فرودگاه پایتخت تاجیکستان تقریبا ناممکن است. سال 2021 در تاجیکستان 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق بیش از 90 کیلو طلا و میلیون‌ها دلار و یورو و دیگر اسعار خارجی از افغانستان به تاجیکستان و از تاجیکستان به دبی و استانبول به مهلتی از 2 تا 5 سال محکوم به زندان کرده بودند. این نخستین مورد با اتهام قاچاق در فرودگاه دیلی به دست افتادن شهروندان تاجیکستان نیست. برجخانه دیلی 21 ایول سال 2023 خبر داده بود که 3 شهروند تاجیکستان که از فرودگاه پایتخت هندوستان عزم سفر استانبول را داشتند مبلغ بزرگ ارز خارجی 720,000 دلار امریکایی و 664,000 یورو را دریافت و مصادره کردند.